یه ولاگ دیگه با شروین. یه بوس. وای من شروین تنها چیزی که از خرید قبول داره فقط خوردنه. بابا بگو عمو به بده. به بده. حاله همیشه تو کاته. داخل فروشگاه داشت برای دخترها دلبری میکرد و میرقص. ببین چه دلبر میرقصه. این دیگه به همه ثابت شده که شروین رو خوراکیاش حساسه. پیش به سوی سینما. اینجا داره برای مامانم سخنرانی میکنه. فقط قیافه‌شو چکیده ای از حرفاش فقط خوراکیه. آخرم نشد فیلم تمساح خونی رو ببینیم. مجبور شدیم ببریمش بازی. دلیل اینکه نبردیمش سینما، اونجا فقط داشت خوراکی‌ها رو تست میزد. هر چی که بود رو داشت تست میزد. در ادامه هم شاکی بود که چرا زود بازی تموم شد. صورت منو زخمی کرده. دارم اینجا چک میکنم ببینم چی شده. بعد از این همه بازی هنوز انرژی داره. تا یه ولاگ بعدی. خدافظ.